امروز ما توی این ویدیو 10 تا جعبه داریم، ولی فقط توی یک دونش جایزه 1 میلیونی ماست. به ویدیو 10 جعبه خوش اومدیم. ما توی این ویدیو 10 تا جعبه داریم که از بین اونها فقط توی دونش جایزه 1 میلیونی ماه. و از شرکت کننده ما و از بین این 10 تا جایزه از چالش‌ها و مجازات رد شه و به جایزه برسیم. بریم که شروع کنیم. امروز ما توی این ویدیو 10 تا جعبه داریم، ولی فقط توی یک دونش جایزه 1 میلیونی ماست. شرکت کننده ما بعد این چالش‌ها و مجازات رد شه و به جایزه برسه. به نظر شما شرکت کننده ما میتونه با رد شدن از این چالش‌ها و مجازات‌ها به جایزه برسه؟ از توی این 10 تا جعبه توی 3 تاش مجازاته، توی 3 تاش چالشه و توی 2 تاش جایزه است و 2 تاش هم پوشه. بریم شرکت کننده ما میتونه جایزه رو پیدا کنه و برنده مسابقه بشه. برو بریم. خب میخوام دعوت کنم از شرکت کننده‌مون شرکت کننده با ما که از اول شانس خوبی نداشتیم، ان شاءالله این دفعه شانس با ما یار باشه. حالا ببینیم. خب برای ابتدای کار شانس با خودته. کدوم میخوای انتخاب کنی؟ این داره بهم کشی نگه میزنه. این بازش کن. چه توش؟ چالشه. بیا اینجا. همین چی رو دوزه بابا. چالش دوز ما داریم. بریم که شرکت. اگر بتونی برنده بشی میتونی جعبه رو انتخاب کنی. اگر نتونی مجازات بشی. حالا مجازاتش چیه؟ مجازاتش حالا حدس میزنی. خب بیا اینجا. مشکی میخوای یا آبی؟ فرقی نمیکنه. لعنت بر آبی. خب برو. با تمام. واقعا حواسم نبود. خواستم اینجا بذارم. خیلی خوب میتونی یه جعبه رو انتخاب کنی. یک جعبه حذف شد. حالا باز ممکنه که داخل این مجازات هم باشه. مجازات، چالش، هر چی باشه. کدومو میخوای حذف بزنی؟ آبیا که هیچی. آبیا که هیچی. خب اومدیم دید تو هم آبیا جایزه بود. اوکی. تکونش بده. چیزی نیست. پوشه فکر کنم. پوشه. بازش کن ببینیم. پوشه. اوکی پوشه. بندازش اون. خب جعبه بعدی که میخوای انتخاب کنی چیه؟ جعبه بعدی اوه یه چیزایی داره میاد. خدایا آتش چیز نباشه، مجازات نباشه. پوله. اوه خیلی خوب. جایزه اول تو تونستی پیدا کنی. میخوای جایزه دوم هم پیدا کنی یا نه؟ ببینم اول این چنده. اصلا کلا به نظرم 50 تا. 50 تا. به نظر من ادامه بده. این چیه؟ ادامه بده به نظر. ببینیم. خیلی خوب. جعبه رو بندازش کنار. اونا رو میخوای بذار تو جیبت. پولا رو بذار. خیلی خوب. جعبه رو انتخاب کن. خب یا خب توش مجازات. آقا ببینم. کارت زرده. پوچ بود. پوچه. این چیه؟ اوه بیا ببینم. یه دقیقه بیا. آقا چی کرم؟ این بدترین مجازات بود. خب من تعجب کردم. اگه تعجب کنی یه قاشق هم هست توش. ممنونم. حالا اینا من باید بخورم یا تو؟ خودت چی فکر میکنی؟ خود میگم باید امیر حسین بخوره. نه. خب دوربین رو من بردار. آماده ای؟ میخوای تستش کنی؟ اصلا میتونم یه کاری کنم. جایزه رو ازت بگیرم و کرمو این هم خوبه. حذفش کنم. جایزه رو ازت میگیرم و فقط میمونه یه جایزه. میخوای بری واسه سراغ جایزه دوم؟ آره. میخواد بره واسه 1 میلیون تومانی. این هم ما میذاریمش. خب برو انتخاب کن. نه انتخاب کرد. دست مهره حرکت. بیا. پوچه کنی. اوه جایزه دوم پیدا کرد. اوکی. با اینکه جایزه این مونده بازم میخوای ادامه بدی یا نه؟ به نظر من ادامه بده. باشه. خب اگه توش مجازات افتاد چی؟ مجازات دیگه مجازات های ملو داریم دیگه. چیز
ربطی نداره. همون مجازات ملو بود که همونم خیلی خوب. جایزه دوم پیدا کرد، خیلی خوش شانسه. برو واسه جایزه دوم. چیه چیه؟ بازش کن. ای گل یا پوچه؟ گل یا پوچ، چالش گل یا پوچ. من گل یا پوچ میرم. اگر تونستی حدس بزنی که میرسون انگار جعبه بعدی. اگر نتونستی حدس بزنی مجازات میشه. بگیر. خوبه بعد نیست. اینجا. این گل. درست هست. خیلی خوب. این میریم سراغ جعبه بعدی. از تا الان از دو تا چالش سربلند اومده. برو انتخاب کن. جعبه لامپ انتخاب کرد. کاغذه. کاغذ. این کاغذها معمولا چالش هم. سنگ کاغذ قیچی. چالش سنگ کاغذ قیچی. بگیریم. یعنی چیز کاغذش. تو بیا. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. همین دوره. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. خب همه چالش ها متاسفانه برد. میریم سراغ جعبه بعدی. بقیه‌اش به نظرم مجازات. خوش شانسی ها. برو انتخاب. همونی که برگشت انتخاب شد. چیه توش؟ یه کاغذ. زنگ به دوست. دیدی دوربین نشون بده. زنگ به دوست یا بابا. زنگ بزن به دوست ازش 5 میلیون پول قرض. 5 میلیون ریال. دو تا جعبه دیگه. سایلم برم برن یا نه؟ پیدا کردی؟ آره. زنگ بزن. بزنم یا نه؟ رو بلنگو بزن. نه رو بلنگو بزن. ازار رو بلنگو بزنیم ثابت شه. الو سلام خوبی؟ سلام. نگاه کن چه خبر سلامتی؟ آره. من خیلی دوست دارم و عاشقتم. خب نگاه کن یک 5 میلیون پول داری قرض بهم بدی برش تا 2 ماه دیگه بهت بدم. نمیدونم باید نه حالا 5 میلیون ریال 500 تومن. نمیدونم. حالا سعی میکنم اوکیش کنم. دمت گرم. نه ممنون. دمت گرم خدا. خب با اینکه سنش به نظر زیاد نمیومد ولی بازم دمش گرم. دمش گرم. خیلی خوب. دو تا جعبه داریم. یه دونه اونه، یه دونه اینه. انتخاب کن. همین رو انتخاب میکنه. با اینکه از رنگ آبی بدم میاد ولی مجبوری. اون دیگه ای بعد نه بابا خیلی خوبه. من باید اینو بخورم. آره یه به باز پس از تلاش‌های فراوان بالاخره باز یا ابوالفضل یک کوچولو هم خوردیم که زیاد نمی‌خوره. زیاد کنید. نشون بده تنده. برو. هرچه اینا به برو. به سوز دوست داره. وای! اصل جنسه. خیلی خوب. یه جعبه دیگه مونده. خب برو سراغ جعبه. نه نشون کنم. نذارم اینجا باز جمع می‌کنم. جعبه بعدی توش چیه؟ پوچه. خیلی ممنون که تو این ویدیو بودی. بازم دوست داری تو ویدیوها شرکت کنی؟ اگه مثل این باشه آره. بازم از این ویدیو خواستی ازم حمایت کنید، لایک و کامنت و ساب یادتون نره. تا ویدیو بعدی بای.